صبح 25 январ سال 2023 میرزا ملا احمد ادبیاتشناس و ایرانشناس شناخته تاجیک، دکتر علم‌های فیلولوژی، عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، همگی چند روز قبل از 75 سالگیش از دنیا گذشت. در این باره ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با نشر یک نامه همدردی خبر داد و نوشت غمشریکی خود را به اقربا و پیوندان و شاگردان عالم شناخته اظهار می‌نمایند. قرار است که مراسم جنازه میرزا ملا احمد روز 25 ینوار ساعت 13:00 دقیقه در نزد خانه‌اش در محله 91 پایتخت برگزار شود. اکادمی ملی علم‌ها یادآور شده است که میرزا ملا احمد از جمله عالمان پرکار تاجیک بوده و به قلم او بیش از 450 اثر علمی و عمومی تالیف شدند، از جمله تقریبا 200 مقاله، 12 مونوگرافیا، 3 مجموعه میرزا ملا احمد به مسئله های ایرانشناسی بخشیده شده. در ایران نیز بیش از 30 اثر و مقاله هایش به تپ رسیدند.